توی خدا معدل میکنه ما شما را اعوذ بالله من الشیطان الرجیم انما یأمر مساجد الله من آمن بالله و الیوم الاخر. کیا مسجد آباد میکنه؟ کسانی که ایمانی به خدا دارد و ایمانی بر روز همه آباد نمیکنه. هر پردارایی که لو زدیان مسجد حالی ندیدیان. الرحمن الرحیم الحمدلله و صلات و السلام علی رسول الله. اما بعد، سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و سلام علیکم برادران اهل اسلام و آنان که صدای ما را میشنوید. الحمدلله ما و شما حضور داریم در این سیدی تاج محل. البته امروز حرارت هوا بلند است بی نهایت. این هم حکمت الهی. این هم بسیار شکرگزار باشیم. این نعمت الهی خدا خواهد گرمی ها هست. همش نه طاقت میکنیم، صبر میکنیم. من خدا خواهد جوان و شیار زمین همین گرمی هم نگاه نکرده. خدا خواهد انشاءالله برای رضا الله سبحانه و تعالی خدا خواهد یک گروه من برادرها خدا خواهد یعنی برابری من دست آخون چی خدا خواهد انشاءالله یک جایه برای رضای خدا. گرمی هم ندیده امروز گرمی ها بلند است. نداره رضای خدا اقسمت کمری همت بسیان الله سبحانه و تعالی اولا از همه ما و شما راضی باشد. الحمدلله همینجا دیده سادیم برادرها همینجا یعنی حوض می شود، چون که در دیار ما آبی جاری نیست. آبی جاری نیست، فقط با حسین نساس آب کشیده می شود. در گیم که 10-12 روز یک بار محلون نمیاد ما حوضا را پر میکنیم و هم نوشاکی و همه ایسی. برای این مسجد هم برای طهارت خونش بیان کار در آوردن. البته حوض در کار شرط و ضرور است. برای این خدا خواهد این حوض اهل خدا خواهد شیار زمین قوم و جمعیتی و کمری همت بستن چند روز است. در گرمی هم خدا خواهد کار دارن انشاءالله. البته الله سبحانه و تعالی همه امین با دعای رفیدا با دعای خدا خواهد یعنی آچام و با دعای خدا خواهد انشاءالله برادرانی که در سفر هستند و کمک و یاردمی و یاکتی خدا خواهد این مسجد ما شما شاهد است. هر روز الحمدلله رنگی دیگر میگیرد. اسلام در دو چیز حسد بردن انشاءالله ثواب بدست، یعنی سنت درست. یکیش انشاءالله خدا خواهد یک آدمی که قاری انشاءالله قرآن است، قرآن نظم میخوند انشاءالله. دیگر جوان ها حواس کرده پروردگار حسد برن که ما هم کاش که مثل همین یعنی قرآن خون میشیدیم این بجای گناه ثواب بدست. عزیزان من دویم یک انسانی که سخاوتمند است دائم اهلی که محلش نه اهلی دیار نه بیوه و بیچاره و مساجدان خیر میکره باشد. یک برادر دیده گوید که پروردگار منم مثل همین برادر پول و مالدارم که منم در راه خودت خیر احسان تا حسد برم بجای گناه انشاءالله ثواب بدست. الحمدلله یعنی این روز خدا خواهد انشاءالله چی ما و شما هم خداوند دولت های بشمار معطا کنه. خدا خواهد انشاءالله. البته این دولت ها یعنی با آسانی با وجود نمی آید، لیکن مشکلات دارد. لیکن مشکلات داشته هم خیر و سخاوتی که خدا خواهد برای رضا الله سبحانه و تعالی میکنید انشاءالله. این دنیا هم الله خدا خواهد به یک قول به یک احسان 700 میتید انشاءالله. و در روز قیامت الله سبحانه و تعالی برای صدقه های جاریه که میکنین البته قصرهای پاشانیشین منتظری هر یکی ما و شما است انشاءالله. شما شاهد هستی ما انشاءالله در روی زمین خانه الله میسازیم. این خانه ای که بهترین پاکترین پارچه گوشه روی دنیای زمین است. در اینجا عصرها فقط قال الله و قال رسول الله میشود و سخن ائمه های دین میشود انشاءالله. ثوابش البته هر یک دقیقهش هر یک لحظهش به اهل جمعیتی که خدا خواهد از سرچشمه همین مسجد که سر دارند تا آخرش یا خدا خواهد خیر احسان دارند البته مکافات چه میگیرن. گفتی شاعر زی مکافاتی عمل غافل مشو گندم زی گندم روی دو جو زی جو چونین میگوید پیری معنوی هر چی کاری همان بیدروی. انشاءالله هر چی میکاریم نیکی کاریم نیکی بعدی کاریم بعدی جزاش انشاءالله مقرر است. خدا وعده میکنه دست عز بالله و من یعمل مثقال ذره خیر یره و من یعمل مثقال ذره شر یره. کسی که یک مانندی چنگ واری هم اگر ثواب کند اجرش میگیرد، یک مانندی چنگ واری هم گناه کند جزاش هم به جزا نیست. الله هم مکافات و جزاش انشاءالله ابدی است. میخواهیم که همه برادر اهل اسلام فقط جزاهای نیک در این دنیا
دنیا هم مکافات های نوبلی و در آخرت هم قصرهای پاشانیسین و با همراهی پیغمبر و ابوبکر و عمر و عثمان و علی یک جای ششته هم صحبت شدن در جنت جاودان الهی میسر بگرداند. در اینجا صحبت به پایان عزیزان من، در کجای باشین در امان خدا باشین. همه مسافران را سفرهای با برارتیت خداوند صحت بود، سلامت با کیسه های پرباری های سر نزد خاندان نزد وطن برگشتن شو الله نصیب باشد. ما شما را همچه امانت میسپاریم. الله سبحانه و تعالی هیچگاه امانت خداوند خیانت نمیکند.